بعضی وقت هست که 18 میاد اتوبوس 18 خوب میشه اگر بسیارتر رو میکردن. بعضی وقت میشد که به درس در میمونیم آدم بسیار است اما چقدر بگم اتوبوس کم اثبات نمیکنیم آدم بسیار که است در آنجا جوش داد نمیشود درستی گپ میمونیم دستم که خدا تندای صدایی که ما منتظر شدیم نیم ساعت شده اینجا تا حال نامده است. همین اتوبوس ها کمتر وایشون دیر می اومده برای وای کمتر ما ممکنه پر دیر بمونیم ده برای خیلی نوزی اومدیم قریب 5 من بشن اصلا کدایی موز نیست. Транспорт поїдам, добор пересадку, коли рафтам, соті кори банк махкам шуд, ман квитанс канда نتونستم درست خسارسان شدم جم موندم. با وجود آن که گفته می شود وضع نقلیات جمعیتی در دوشنبه بهتر شده است، مشکلات در این سمت همانا باقی است. مردم از کمبودی نقلیات شکایت می کنند، خصوصا صبح و شام هنگام رفت و برگشت. که رژیم آمدم کم میآید برام خواهد. هفت دام میبرم فقط نمیجامش نمیرم. دیر باشه نه بسیار وقت نمیشه. راحتی میشه که بسیار میشه زیاد 40 دقیقه. ولی آنهایی که بر وقت براه میبراید زیاد نیستند. اکثری مردم دیرتر براه میبرایند و در این وقت و ساعت انبوهی آدمان به وجود می آید. حالتی که نه هر کس زود نقلیات خالی یافته به منزل می رسد. انبوهی آدمان معمولاً از ساعت 7:30 تا 9 صبح و همین طور شام از ساعت 5 تا 6 به میان می آید. Один из самых густонаселенных районов в городе Душанбе – это цирк. یکی از موضوعهای خیلی سرحالی در دوشنبه این سیرک است. مردم توسط اینجا از محله‌های اطراف و کارخانه‌ها به مرکز می‌روند. برای این در 2 یا 3 مسافربر سوار می‌شوند. ما حالا در مثال خود می‌خواهیم ببینیم که برای از اینجا تا به مرکز رسیدن چقدر وقت لازم است. حالا ساعت 10 دقیقه کم 9 است و می‌بینیم که چقدر وقتی ما در انتظار نقلیات می‌گذرد و در نقلیات جای هست یا نه. ما تقریباً 15 دقیقه در ایستگاه نقلیات رو منتظر شدیم. نهایت در مسافرکش خط سیری 33 که لبریز از آدمان بود مجبور شدیم بشینیم. حالا در اینجا چنین تجهیزات نصب کردند تا مردم با کمک آن به پا راست ایستند. راهگیری از نزد سیرک تا مرکز 1 سومانی است. اگر از مرکز آن طرف روید در این حال شما باید 2 سومانی پرداخت کنید. هرچند نرخ اصلی راهگیری از اول تا آخری خط سیر 1 سومانی و 60 درم است ولی در حالت 2 سومانی دادن بقیه پولی نمیگیرد. هنگام ثبت ما راننده به تشویش افتاده خواست نوار نگیریم. مردم هم که دیگر منتظر شدن نمیخواستند به چنین نقلیاتی سیر مسافر سوار میشدند. ما دقیقاً 29 دقیقه رسیدیم. برای چنین نقلیات و برخی از مسافران شاید این وقت زیاد نباشد و امکان هست که نقلیات زودتر آمده رسد. از نزد سیرک تا مرکز تخمیناً 15 و اگر راه باز باشد و تنبشوی نباشد 10 دقیقه راه است. وضع نقلیات در مرکز دیگرگونه است. Мы видим проблема в центре города с транспортом вполне решаема. طوری می‌بینیم مشکلات نقلیات در مرکز قریب که حل شده است. نقلیات زیاد است و در پشت من 4 اتوبوس و ترالیبوس است که ساکنان را از مرکز به کناره‌های شهر می‌برند و این خاطر هم برای مردم از مرکز به کار رفتن کمی آسان‌تر است. И легче сесть на транспорт. مشکلات نقلیات بیگاه برعکس می شود. به قول نقطه های گرم جاده های مرکز پر از آدم می شود و نقلیات هم کمچین. چند دقیقه حضور ما هم در نزد دانشگاه اسلاویانی و بالاتر تلویزیون سفینه این گفته ها را تصدیق کرد. این همیشه میام چور نیست. فهمیدی؟ نیم ساعت میرسیم میایم پر رای ندید دیوز چیکاری کرد. آموزش یک روزه حرکت نقلیات جمعیتی در شهر دوشنبه نشان داد که هنگامی به کار آمدن و از کار رفتن هم در کناره‌های شهر و هم در مرکز مشکل مسافران یکسان است. نقلیات کمچین است. مسافران ساعت‌ها در ایستگاه‌ها آن را می‌پویند. اگر می‌خواهید تیز به منزل برسید در ساعت‌های سیر تردد امیدی یافتن نقلیاتی بر هوا را نکنید.